سلام. امروز یه ویدیو چالشی باحال داریم که خیلی به نظرم قراره بتره کنیم. شهریار و میلاد با همونن. یه سری چالش‌های هیجان انگیزی که خانم فیلم بردار قراره یه سری سوال ازم بپرسه. خانم فیلم سلام بهم بکن. سلام علیکم. خب خانم فیلم بردارم باهاش آشنا شدید. قراره امروز ما از اینا استفاده کنیم. هر کی زودتر بتونه بیغ عروسکش به صدا در بیاره میتونه جواب بده. خانم فیلم بردار اینا قراره تایید کنه برام. اینجا یه سری مجازات داریم و یه جایزه برای کسیه که بتونه بیشتر از همه سوالا رو جواب بده و مجازات برای کسیه که سوالو بگه میتونم جواب بدم ولی جواب نده. یا والوالو داریم با اونی که میدونید، گلوریا، شیر نارگیل مونده، سس فرانسوی، تخم مرغ خام بد و آب خیارشور. بریم برای سوال اول ببینیم که اشتباه جواب میده. یه از اون خوشمزه رو بدم بهتون. بزرگترین عضو بدن روده. برداریم آب خیارشور رو بخور. بابا روده بزرگترینه دیگه. بزرگترین عضو بدن کبده. گفتم دیگه عزیزم من بگم. اون زود فشار داد. موفق و معید باشید. خب حاجی آب خیارشور مگه تلخه؟ مزه زکریا میده. زکریا اولیه بابا. بلندترین کوه جهان. من زودتر زدم. شهریار زودتر زد. بابا من زودتر زدم. خب درست جواب داد. شانس آوردی. جایزه تحویلی رو میخوای بدی به شهریار؟ آره بگو دیگه. من سوال سوم رو بپرسم. بفهم. کدوم گاز در جو زمین بیشتره؟ اکسیژن. چی کارت کنم؟ اوسه عزیزم، اوسه نیتروژن. خودت بگو. اوسه که اصلا اوزونه. اوزون اکسیژن دیگه بیشتر این آب دوزه. اکسیژن اوزونه؟ نه اوسه اوسه زیر مجموعه O2 دیگه. همون فیلم بردار میشه. آقا همه رو دارم من میکنم. همون اول نظر نیتروژن. یه ذره مدرسه درساتو درست خونده بودی الان جواب اینو درست میدی. شما چجوری شدی رتبه 302؟ آقای شهریار شیر نارگیل برداره. من این چرا من مجازات میشم؟ شیر نارگیل مونده رو بخوره. ایول جان بذار سر جاش. آقای میلاد بهرامی برداره اون زکریا رو. به این زکریا میدی؟ به ما میگه آب خیارشور بخور. دوباره بخور ببینم خوشت. بابا دوباره آب خیارشور بخورم اینجا وضعیت دهنیه. با عشق بخوری نمیفهم. حاجی آب خیارشور واقعا خیلی میشه گوش کنم. این نور. طولانی ترین رودخونه جهان کدوم؟ نیل. آفرین. میدونم اینو میدونستم. من از اون جواب اشتباه بدم. داشتم رودخونه روده. من رودخونه چیه؟ کدوم بلای طبیعی با مقیاس ریشتر اندازه میشه؟ زلزله. آفرین. حالا سوالایی که این جواب میده زلزله. حالا ما زبان اصلی مردم برزیل. برزیلیا. نه اسپانیایی. برزیلیا. لاتین. یا الان به جفتتون مجازات بدم. ترکی. برزیلی زبونه از بعد مجازات. نمک ترکی که حتمی مجازات. زبان پرتغالی. برزیلیا. آقا درسته. زبان پرتغالی. حالا که منظورت همون بود یه دونه گلوریا بکن. من میشه زکریا اسپانیایی. من میشه زکریا. تو رو خدا خانم فیلم من زکریا. خیلی بس من برق میزنم. خانم فیلم من زکریا بخواد. تخم مرغ بخور متین جان. زکریا بخورم. متین تخم مرغ بردار. بسی منو بگایی. آره موفق و معید باشی. آقای بهرامی گفت ترکی آب خیارشور رو بردار شما. اینی که بوم می‌کردی بعد بود بخور. ایتیت خوبه داداش. تخم مرغ خوشمزه‌اش مزه بزن. بزرگترین اقیانوس دنیا. شهریار. آفرین. درست گفتی. من نمی‌دونستم. طولانی ترین استخون بدن؟
باش آستپونه فیمور. آفرین. منم میدونی زبون پا وای منم به چه چیزی میگن ریه های زمین؟ من زودم دادم نه من زودم من تشخیص میدم میلاد داد. منم بردار یه گلوریا شما بر جنگل آمازون خیلی بده دایی، خیلی بده. من جنگل آمازون بود. بله خب من دو هم اینم دو جایزه ویدیو رو من میبرم. من خودم میدونم یه چی تهش بعد ببینیم. دو بگیر ببلت رو دست بگیر. آره اولین ورزشی که اختراع شد سوارکاری مرد دوباره تخم مرغ آره بخور. تخم مرغ بهش سریع بده. یا سوارکاری یا تیراندازیه. واسه هر سوالی زود میزنه باید تخم مرغ آفرین بخوره. تخم مرغ فقط رندوم میندازه. تخم مرغ نخورم. نه باید تخم مرغ. شیرینی بخورم. بودو تخم مرغ بر تخم مرغ نخورم. نه، خانم، تخم کردم قبلا. من خانم تعیین فیلم میکنم برداره. تخم مرغ رو برمی‌دارم. خب چرا به اینا تو خلق نمیگی؟ واسه اینکه هی نزنی. چون تو متینی ناراحت شدی؟ بالا میشه بگی چه ورزشیه؟ زردشم بکن. کشتی بزرگترین صحرای جهان. خب برای چی زیر میزنی؟ بفهم بگم کمک کالاهاری. کبیر لود. کبیر لود گلوریا رفت توت. کالاهاری. آب خیارشور رو بردار چون سس خیلی حال میده. من آب خیارشور رو بهتون کالاهاری. خب فقط همین ستا رو میدی. خب چیه جوابش؟ چون شما خودت مجازات رو تعیین کردی. جوابش چیه؟ کوچکترین و پرتراکم‌ترین کشور در جهان. این هم بزن. واتیکان. بفهم آفرین حداقل درست میزنه. خب منم درست حداقل میزنم. خب زود میزنه درست میزنه مثل تو. غروب خورشید در مریخ چه رنگیه؟ بزن دیگه. این یکی مونده به آخره باید درست شد. بابا خورشید در مگه مگه خورشید غروب میکنه؟ بالاخره خورشید. بابا تفاوت مریخ. عزیزم این خورشید که هست این سیاره‌ها دورش میچرخن دیگه. بالاخره تو مریخ هم هست. این زدم. خورشید پشتش بود. مثلا آبیه. آفرین قوی ترین ماهیچه بدن. بفرمایید آقای متین خاتمی. زبان. زود باش بردار. بابا زبون ما چی من بردار گلوریا رو دوباره بخور. نه باورت میشه ولی منم میخواستم بگم خب من بگم. ولی نه من دومی رو زدم. زبان نباشه دیگه. البته بخورم ولی من گلوریا رو میخورم. گلوریا رو من دوم نزدم. نزدی منم. آره قلبه. به همتون میخوام سوال آخر مجازات بدم. من هنوز جواب ندادم. مهم نیست. تو جواب ذهنتون بده. چیزای اشتباه بود. من هنوز جواب ندادم. جواب بده دیگه. توی ذهنتون چیزای اشتباه بود. بعد این مجازات چرا بده من گلوریا رو من خوردم. مجازاتم قبول میکنم. ولی یه لحظه فکر کنم بگم. فکر نداره بعد بگه نه درجا. چی فکر میکنی؟ من زدم گفتم زبون بعد بگه. من گلوریا رو توف میکنم ولی نگه. بگو آقا بگو. آقا یعنی چی داره سرچ میکنه؟ نه سرچ نمیکنم دیگه. زود باش. مایچه شکم. خب شما چی فکر این می‌کنید؟ گفت قلب پس. من گلوریا رو خوردم. باید در نهایت تخم مرغ بخورید. من گلوریا رو خوردم. هر عزیزم. به من ستاتون گفتی هم. گلوریا من خوردم. باشه شهریار و میلاد داداش نخورد. بفهم. بفرمایید. نه، شما بزرگتری و من بالاخره بفرمایید. احترامی قائلم. این چقدر تو اون سگه من خوردم. دو بار من خوردم. بفرمایید. نوش. میگه من استفاله کوبیده. ببین من دو هم اینم دو این خیر شهریار برد. آقا شهریار چی برد عزیزم؟ ما میخوایم جایزه شهریار رو بدیم. بابا من قبول ندارم. برنده این چالش بعد از خوردن تخم مرغ مستحق یه چیز خیلی خیلی خوشمزه است که بستنی انبه. آقای شهریار چه حسی داری؟ یه گاز میدیم حس خیلی خوبی دارم. یه گاز میدیم نه یه گاز نمیدم. واقعا نده. تو تخم تخم مرغ باید بخوری. نه من بیشتر درست جواب بدم. این خدمت شما. مرسی ممنونم خانم فیلم بردار. تازه فهمیدم چرا. بستنی انبه خیلی خوشمزه.
دیگه به هر حال بعد از هر تخم مرغ خوردن یه بستنی انبه هست. آره از قدیم گفتن بله بله. از هر سختی یا آسانی هست. دست نزن رو ما. دست نزن. برو بستنی تو. انامل اسرا یسرا. یسرا درسته. اینم یسرای ما و اسرای بچه‌ها. به یسرا ولی نرسید واسه بچه‌ها. چیزی گفتم. دوتا هم با همون مینیوناشو باز. یه تو مینیون دومت